کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال ارزنده از جشن افتخاری ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور در ناحیه وخش با مرام ادامه دارد. در زمینه چنین آمادگی ها در این ناحیه با اقدام سر ریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت ختلان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و جلب صاحبکاران برای کارمندان قسم مستقل 51 حربی کننده شده خدمات دولتی و آتش نشانی ناحیه بینای معاصر و فراهم آوردن شرایط خوب کاری بنیاد می‌گردد. انشاءات مذکور از دو آشیانه عبارت بوده مساحت جایگیر شویش 14 ساتیق را تشکیل می‌دهد. عین زمان کارهای ساختمانی در انشاءات نو بنیاد به انجام رسیده، ساختمانچیان بر رنگ و بار، آرایش داخلی حجره و راهروها، تنظیم ناقل و دیگر واسطه‌های ضروری مشغولند. روند کارهای بنیادی در انشاءات مذکور زیر نظارت رهبری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و رهبری ریاست خدمات دولتی و آتش نشانی ولایت قرار داشته. در جریان بازدید از انشاءات مذکور لایحه انگاروی بینای معموری و طرح ساختمانی بنا مورد نظر قرار گرفته، وابسته به صفتناک انجام دادن کارهای ساختمانی، تامین حالت آبادانی و کبودیزارکنی صحن و اطراف بنا راهبران و مسئولان موظف شدند. طبق اطلاع داده شده انشاءات مذکور به طریق حشر دست جمعانه بنیاد می‌گردد و به صفت کارهای ساختمانی مصالح استفاده شونده دقت ضروری روانه گردیده است. موافق لایحه انگاروی بینای معموری قسم مستقل 51 حربی کننده شده خدمات دولتی و آتش نشانی با طرح موثر بنیاد و برای آتش نشانان شرایط خوبی کار و استراحت فراهم آورده می شود. در برابر حجره های کاری، مجلسگاه و دیگر اتاق‌های یاری رسان همچنین در انشاءات مذکور برای نقلیات ساحوی توقفگاه ساخته شده است. لازم به ذکر است که دوام سالهای استقلال و آزادی به خصوص دوام 5-6 سال اخیر در ردیف دیگر شهر و ناحیه های ولایت ختلان ناحیه وخش از نگاه معماری و شهرسازی سیمای خود را کلا تغییر داده، دهها انشاءات گوناگون تعیینات بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است. مجموعاً در ناحیه وخش کارهای آبادانی و سازندگی و افتخار استقبال ارزنده از جشن افتخاری ملت وسعت می‌یابد و تا جشن استقلالیت دولتی کشور دهها انشاءات خوشساخت قامت افراخته مورد استفاده بری قرار می‌گیرد. حسن‌زاده آیما، بهروز خورشید، نموزل ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه وخش.